خوش آمدید به این ویدیو از چنل خودتون. فرهاد وی پی هستم و بریم برای ادامه ویدیو. دوستان اومدیم یه تست کلن از یکی از رفقامون بگیریم. خب حالا اگه فکر میکنید تو کلن ما نیست، آخر ویدیو هم کلنمون رو بهتون نشون میدم که ببینید. خب بریم واسه یه پلی دادن. بازی هم اسنایپ کلا، نه فینیشر، هیچ چیز دیگه هم نداریم، بازی اسنایپ. این آقا حالا که میخواست بیاد تو کلنمون، اول من باش دوست شدم و بهش گفتم شرایط اومدن تو کلن دوئل هست. خب بعد اگه از چون من از تو یوتیوب منو شناخته، سر همین باید دونیت کنم. چقدر دونیت؟ دوئل 15,000 تومان دونیت. سر همین 15 تومان دونیت کرده بود و به من گفت بیا با هم دوئل بکنیم. که رفیق هم هست، یعنی میشه رفیقایی که تازه حالا باش دوست شدم، ولی بازم بذارینم استیدیسی. اوه تندرا، چه تندرای خفنیه. بذارین هیپ بزنم بهش. آقا هیپ بزنم. بزن. معنی نیست قبول بشه یا نشه، ولی خب اوه بچه من یکم یه ماهی میشه من اصلا دوئل نزدم، به خاطر اینکه حالا کلن رو بسته بودیم، کسی نباید میامد تو کلن. ولی جریانایی که من برادرم رفت سالت خراب شده و یکی داشتری برای مهمتری، ما کلن رو بسته بودیم. به خاطر همین دلیلی که من کسی کلن نمیگرفتم و من به خاطر همین من کسی کلن نمیگرفتم. حالا دیگه کلن باز شده، کسی کلن ها شروع شده، یعنی کلن باز شده، کسی کلن ها شروع شده. بچه دیگه باید شد جاتش ساخته، دیگه باید یکم بزنم. میدونم من اینجا نیست شد چون بچه تست کلن ها دیگه الان بازه. اگه خواست تست کلن بگیره 15,000 تومان دونه و بنویسه که تست کلن یو آی دی بزنه، من بهش درخواست میدم و با هم نکن. من که با این دیره کسی نچیدمش. واو پیم 90. خیلی که دیلی دارم. منم تیری زدم اینجا خوب دمیجه بنازم بابا. بزنیم چجوری میزنم. بنازم. بچه دست اول آوانسش هم یعنی دو دسته. بابا چرا اسکینم میشینه؟ بابا اسکینم میشینه. ای ریدم تو این زندگی. 3 تا عقبه.
این خطگیری دارم ولی من یکم ترایهارد پلی بدم یکم ترایهاردتر پلی بدم یکم بریم ترایهارد شدت ترایهارد همه بردم بالا ولی بابا من با شدت گوه ترایهاردم بازی کنم اومدم بچه من واقعا نه من با دیل هالیده و هالینی و هالیگوز و با این بزنیم بزنیم تر از همه چی نکن خب یه تموم کار بابا بابا نگاه آقا خدا چرا اسکین هم میشینه آخه چرا اسکین من میشینه اگه به قرآن این دفعه هم اسکینم بشینه که نشست کنه چرا اینجوری شده اوه اسکین خوبه خدا دفعه بعد اسکین من بشینه باش آقا باش این دست اوله واقعا دارم فشار میکنم نمیدونم چرا ولی آجی من واقعا دارم فشار میکنم میگم چقدر تریهات بازی کنم اصلا من باید چقدر تریهات بازی کنم بشارم اتشمنتای گانام بده ببینیم با این اتشمنت چجوری بازی میکنه بکنم اتشمنتای گانام بده نمیتونم گانا رو به خدا گانا رو تازه چیدم الان من دارم خیلی ترای دارم بازی میکنم ولی گانا رو تازه چیدم گانا رو آقا من تازه چیدم این دست اولش دست خب اینجا که قبول شد از این اینجا خب قبولیه بریم برای بعدیش خب بچه دست دوم هم شروع میشه من باش صحبت کردم عالی بودی عشق بودی خوب بودی دیگه کم خب عالی بود دست اولش حالا دست دومه که آخرین دست میشه اگه من باختم بچه من دیگه نصیب نکشیده بودم دیگه کشیده بودم وای دیگه پاره بشین داداش یه پاره این که من باش دیدیم من این یه به سبی که من باش میریم فقط هم آی خدا
میگذره. به خدا دارید میبینید که اسممون میشینه. دارید میبینید که اسممون میشینه. پینگم بچه الان نکنید. بچه پینگم خراب بوده نکنید. پینگم درست شد. پینگم رو میبینید. نه پینگم رو تو رو خدا میبینید. پینگم درست شد. دارم بهتر بازی میکنم. الان پینگم درست شد. برازم باشه همه اول پینگم اینجوری بود. نشد این بار نشد. نه به خدا این کاش از این اول. خیلی زود میزنه. خیلی زود تند میره. تند جلو میره. تند. این شات باید بخوره. بچه عالی. من دیوانه که بابا چرا صفحه من نمیچرخه؟ دوتا بالایه آقا. دوتا بالایه. بذار فنه شدی. بخواب دیگه بخواب. اسمم هم ترویش میده. یه دونه برای تری. بذار اینجوری بزنم. میدونم مثلا خواستم برسونم. بنازم. من فقط میخوام برسونم. دقل بازی شما من نمیشستم. یه دونه دیگه برم بالا دیگه خیالم راحت میشه. بابا ناموسن چرا دمن کجا رفت؟ تلپورت کرد. بابا من بازی حساب نمیرم. حالا میگید چرا دو دسته؟ به خاطر اینکه این
من برای دوئل هم داد. این دست اول دوئل، دست دو این دست دوئله. خب ولی اون دست واسه قبول شدن بود دیگه. حالا خودم واسه قبول شدن باید باخت میدادم بهش. این ویدیو رو واسه ساب کردن هم باید بفرستم. بهش گفتم باخت میدم، به خاطر اینکه واقعا من میخواستم که این کلنمون باشه. پسر خوبیه میخواستم کلنم باشه، سر همینه. بهش نمیتونم وایسشو بذارم بخاطر من قطع میشه. اگه بتونم بهش بگیرم 5 واسه پس جایزی میدم. به خودت چنل نخورم. اگه بتونم ببرم 5 باتل پس بهتون جایزه میدم. به 5 کامنت اول این ویدیو نه رو شورت ویدیو نه همین ویدیو بهش 5 باتل پس جایزه میدم. 10 تا باتل پس جایزه میدم. یکی رو شورت ویدیو نه این واقعا نتش خیلی بده. خب این از این. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه و حمایت مالی کنید، یعنی دونیت بزنید. فکر کنم دیگه نیاد دونیت بزنید که هر مدل دونیتی که دلتون میخواد. دوستان بالای هر چقدر دونیت دلتونه بزنید. حالا عشقتون خودتون باشه و امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.